عرض سلام و ادب و احترام کوچیک همتون حامد تبریزی با مرتضی قراره بریم وارد یه مغازه بشیم که ازش خرید کنیم، ولی قراره خرید نکنیم، اذیت کنیم در حد لالیگا. کی ما گیر کنیم سر با سعید هماهنگ شدیم و دوستمون داخل اون مغازه است. قراره بریم کلی اذیتشون کنیم. تا آخر این ویدیو رو نگاه کنین، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اون زنگوله خیلی ویدیو جدید اومد، حتما اولین نفر برای شما زنگوله رو به صدا در بیارین. دوستتون دارم. شما اونوری برو، من اینوری. برو. من اینوری برم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش عزیزم. بفرمایید. واسه نامزد آقا مرتضی چیز می‌خواستیم. کادو مثلا لوازم آرایشی مثلا. شما همه چی دارید؟ همه چی داریم. ما اینجا میتونیم ما براتون میتونیم پک هم جمع کنیم. یه پک‌های آرایشی از اتکلون واقعا بتونین کار کنید. بدلیجات هم دست شما نه، چون یه خود سخته. پسند نه نشون. ما در خدمت. سلامت باشید. من تازه نامزد. یه دونه باکس که برای ولنتاین می‌خواستم قبلش، حالا اگه آرایشی بداشم توش باشه، چون از شکلات برنمیاد که آرایشی بداشم. باکس بیا براشون ببینیم چی دیگه. من دیگه خودشون هم نیاوردن. باکس قلبی رو دوست داری بیارم برات؟ داخلش پر کنم برات؟ لایقشون باشه حالا. اتکلون هم دارید شما؟ روژ لبان نمی‌خواد تست کنی؟ روژ لبان اینجا داریم. آشون برندن. آره کلاسیکه. تست داره؟ مخملی جنسشون عالیه. من تنها کسی که باهاش راحتم داداشه، به خاطر همین با هم. اینا تست داره؟ نام زدم که من با داداشم. نداره نه؟ ندارم تست. نگاه کن خوبه این رنگش. داداش میگم تست نداره. ببخشید اصلا حواسم اسخای میکنم. ببخشید حالا جلو آینه نگاه کنین چطور حالا همین قدر انتظار. الان اینو به کی بدم میگم تست اسخای میکنم. ببخشید آینه داری؟ حالا اینجا باشه، حالا یکی پیدا میشه بهش بریم. سلطان آینه داری؟ آینه. نه اونم مثل من سبزاست، اینو بزنه دیگه خیلی آقا رنگ روشن بده. خوب شد اینو ور نداشتم و اینا کارم به روشن‌تر. این چطوره؟ نه اون حالا اوکیش می‌کنیم. میگم به این چطوره؟ ببین یه نظر اینو نظر همینجا نگاه کنید. قالباسیه درسته؟ نگاه کنید داداش من میگم تست نداره. آها ببخشید این کار الان 400 500 تومن پولش. ببخشید تست می‌کنید. تست نکن. اسخای می‌کنم. حالا آخر سه برمی‌داریم. نه آخر سه برمی‌داریم. نه برمی‌داریم آخر سه. خوب شد اینم ور نداشتیم. این قالباسی اصلا خوب نیست. این دو تا رو من می‌ذارم. بله بزن کنار. بله اوکی اشکال نداره. تا صبح پول است. اونم خوب نبود نه. این ببین چطوره. این مزه بدی داره، بالاخره ایشون استفاده میکنه تو دهن منم میره دیگه. ببینم نه برمی‌داریم اگه باش برمی‌دارم. اینا خوب نیست. آینه باید نگاه کن. نه آقا اصلا روش نمیگیره. لوای خودش بهتره. اصلا روش نمیگیره. این ستاره الان تست کردید. حالا برمی‌داریم بس باشه. برمی‌داریم اوکی. این ستاره برو اومدیم مغازه. لاکام تست داره اینو؟ نه تست نداره. نه اینا رو می‌خوای بگوش تو این پکا دیگه. نه معلومه دیگه. من میگم یک کم رنگش مشخصه. نه اوکی برمی‌داریم. اوکی برمی‌داری دیگه. داداش دستت هم هستا. ببینم چطور شد؟ آخ خزولام گیره. نه بذار خوش بشه. این خوب نبود نه؟ فوت کنم. بیا بالا ببینم. بیا بزن اینجا بزن. ببینم. میده پاتو یکم بشوردی ان آقا. آقا این خوب نبود. اینم پند نپسندیدی؟ نه این یکی بزن بغلیش ببینم چطوری. دست دست؟ چون رو پا رو دست خیلی فرق کنه آقا. چی؟ لاک میشینه. درست آقا؟ اونو باز نمیشه. اینه کشوییه چی؟ اون نخواستی فسخوری دختر فسخوری میکنه. این لاک ژلی هم کارشون ژلی نداره. بله خوش میشه. نه تست نداشتن؟ تست نداشتن. عاشق بوی لاک بودم ولی نه نیستم. من اینا نه پسند نشد. حالا برمی‌داریم. اتکلون یا پسند نشد میریم پولش رو میدیم. اوکی. خب اینا رو برای وقت در نظر بگید که بذاریم برای در نظر بگیر. خط چش چند داره؟ داشون اون تست ندارن ها. تست نداره؟ او ابرو اشکال نداره. این خط چش بود خط ابرو بود. کارشون برای لبه. برای لبه. من میگم بهت نمیاد. اینم نه اوکی نیست. آقا چی میگه لوازم آرایش از این رو به اون رو میکنه؟ هیچی منو تغییر نداده. بپوش خوشگل شد دیگه. جدی؟ میاد.
آقا اتکلان آقایون نیست که برای خانم. اتکلان چی داری داداش؟ این چیه نمکدونه؟ این برشه. این چیه؟ نمیدونم چیه؟ برشه این برش بود اومد چه؟ تست نداره. اوه اینم اصلا بهش نمیاد. اصلا؟ کاش دخترمو نمیگرفتم. قیافه خود خانم خودم ها با شما فرق میکنه. ناموسم به من. شما با خودت نمیشه که مقایسه کنی. ناموسم. یه یه باری بزن برای من روش میزن که برای در دیوار نمیزنه که. حامد محکم بزن. ببینم باری کن لبای من دیگه فقط تصویر سازی من. آقا این حرکت ها چیه؟ وای میاد. این چنده؟ چند بود؟ قابل نداره. قربونه. نه 480 نه کار گرونه. می‌کنه. 480 یه رو گفتی تست کردی دیگه گفتی برمی‌دارم. حالا اوکیش کنم آخر اتکلون اوکی چیه؟ نبوده. اوکی میکنه اوکی اتکلون هم دارم. نه حامد دوست دارم از اینو بزنه. این برق لبه من خودم اذیت میشم وقتی نگاهش میکنم. چه برسه در دیوار. نه اونا حرارتی ان. یعنی چی؟ یعنی بعدش باید سشوار بگیری؟ اجمنده است برای یعنی خانم چیز لبا رو میشه؟ پروتز میکنه. چند سی سی وارد میشه وقتی اینو میزنی؟ چند وارد نمی اون که ژله. همون میگم مثل ژل میشه. چند انگار حجم چند سی سی؟ میده. حجم میده. چقدر حجم میده؟ دیگه اونو من استفاده فقط رو نمی‌کنم لب میشه که بزنی؟ خانم‌ها این می‌دونن چرا به حجم اینجاش نمیخوره بیرون آوردن خودش خالیش میکنه آره میده. اون مواد داخلیه که همونو حجم خود میده. خانم‌ها بعد از این بلدن. تست خانم‌ها کنیم. باشون بلدن. یکم بزن آقا تست نداره. اینجاش نه. ببخشید نه اوکی ببینم حجمش ببینه چقدر شد ببین اینا رو باید بند برداری. دارم، من اینا رو اوکی. دارم میگم تست نداره. ببخش. برداری. نه. انگار پرتوس کردی توست. نه دیگه اینجا بزن اینجا بزن ببینم ساجی وای منجاش آقا حالتون خوبه؟ ببینم جاش کو وای پاک کردن کسی نبینه آقا اتکلان چی داری؟ میشه من یه سوال بپرسم؟ ببن واقعا کدوم میخواد؟ آره داداش اومدیم تا صبحم پول داریم معلومه چیز مجردی. کنی، چند تا اتکلون خدا رو نکنه بگیری؟ نامزد. چند تا اتکلون به ما میده داداش الان میارم برات. اتکلان خوب یه دونه چیز میدی از نکی اینا از این داری یه دونه به من بدی واسه آبرو داریم. رقصه اتکلان خوب. آره. کار برند میخواد. برهن بله. ما بیا آبرو برات. داریم بالاخره. بیا برات یه چند تا بیارم ببین. جدی؟ خیلی مردی. آها مرتضی واسه خانومت از این بگی ببینم ببینم وای ما مبارکه آقا ببخشید میخوام تست کنم ببینم اگه خوبه بردارم این وان لخشم یا نه؟ نه اوکی دیگه همین نه منو بغل نکن که از من خانومت نیستن یه وایسا برای کادو به دردت نمیخوره. چرا نه. نه شما ربطی نداره. بری برید یکم بلرزون خوش شلش میکنه. آره داداش اینو باید اینوری بچرخ. داداش به شما هیچ ربطی نداره. من خودم میبندم برای ناموس دارم میبندم. خانومم ناموس. بریم برو ببینم بچم چجوری باید برقصم؟ یه دب آقا میشه یه دست بزنی یه دب یه پا جلو. ببین یه پا جلو میای جلو یک آها. میری عقب یک برو. این یک دو بلرزون دب به بالله به تل حد الله خیلی خوب در میدی ها این طرزا اون بلد نباشه قرمز. ها اون بلد نباشه قرمز. تو ولشون در نداره آقا میشه یه ذره زودتر من چشم، کار دارم چشم. میخوام مغازه رو ببندم. نه چند؟ داداش میخوایم آهنگشو بذاریم برقصی؟ اونو در نه اوکی میگم اینا چنده اینا آبکاری شده است. در میاد 2500. آب چی نه، کار رفته توش؟ بابا. بله. چه آبیه؟ یعنی چه آب کار شده؟ آبکاری طلای. نه با چون طبقه دوم اینم بخواد هی برقصی ما کنی چیز از داره که استرس مستقیم. میشه یه دونه بدین مردونه شو مام زنونه نه مام از زنونه یه دونه بدین تو چه بویی دوست دارید؟ همون خانومانه باشه دیگه خونک مرطوب تست نداره؟ تست نداره. تست زد دیگه برات. آها. براش تو درش دارد تست دیگه. کردم برات. آجی چه بوی بگو داره خدا. بخون. آقا من میگم تست نداره. نه یکم ببخشید نکن این کارو. بوی داره. آقا من حالت خوبه؟ ممنون. شما چطوری؟ ببخشید خوب بود اینو واسه این؟ چیز داشت من میگم برای خانم من با این اوکی واسه اون نذارینش نه
نه میگم بوش خوبه ولی واسه چون اون بوش نذاری. تکراری شده. من یه بار یه بورو بخوام به تست مشام کردی آقا این کار. من دارم میگم تست نکن. ردش کن تست بره. نه نه اوکی. چیز یه اتکلون بده داش. یه دونه اتکلون اسپری میذارم مردونه واسه خودمون بخریم زشته ایدان تست. یعنی اینو ما مردونه به ما میدی مردونه؟ آره دیگه. آدم چی با برای اتکلون خوشم یا- خرید کنی. این یا هم برای اسپری؟ خودم خرید جان؟ کنی. کلون یا اسپری؟ یه مام به ما بده. مام ارزون بده واقعا. ارزون بده گرون زیاد نمیخوام باشه. دست شما درد نکنه. الو. ببخشین. داداش اینا رو ما میفروشیم. آقا اینا تست نداره. بهداشتیه واسه من میگم تست نداره شما تست میکنید. واقعا باید احمق اینو دیگه به بدن نمیزن من شعورم نمیرسه تو چرا گاوی به خدا ما مسواک خانوادگی مصرف کنیم. یعنی اینم باید ببرید نمیذارم. اونو واقعا بوش خوشم نه. شاید اینو ببرم اون یکی ولی اینو نمیبرم. حاجی موهای زیر بغلت هم بزن حالا زشته دی گوه گرفته اونجا رو تارنکبوت هست من گفتم یه سره برای عروسی بزنمش دیگه. الان زوده. چرا نمیزنم بعضی واسه تو رونالدو هم نمیزنه. گل زدنی در میاد نشونه اینقدر و داره. چرا اینو ما یه رفیق داشتیم میگه میبافت. تست نداره حالا اونو میذاره بالا. حواسش هم نیست اصلا به ما داداش اتکلون هم داری یا نه؟ آره اتکلون هم داری. بذار من میارم براشون. شما صحبت. اتکلون تو چه بویی دوست دارید؟ هر مردونه بویی. زنونه. جان مردونه باشه یا زنونه؟ ست بده داداش. یونیسکس بده به ما. از اینایی که هم مردونه است هم زنونه. دیگه هیچی دیگه تست نکن اونو چطوره آدم میشه دوست داشتن. نه اینا چیه این برق لبه. بله. اینم اینم اتکلونه. خوشم اینطوری برم ست. بیرون. ها سته؟ مردونه است این؟ آره. اون زنونه این است. زنونه است. آمد. اوه. آقا تست نداره. تست نداره. تست نداره که میزنید. آقا میگه من تست دارم نداره میگم دیگه تست نداره شما هر تست جا میریم می‌کنی. آبروی من میگه الان تست نداره الان من وقتی این بو رو نمیشناسم چجوری اینو ببرم راست خونه؟ میگی، خدا راست. سرشه چجوری ببرم؟ اگه بگه بو قلیون آقا شما گرفتی به من چی؟ بگو، تسترش شاید رو تستر ببین. بیارم براش. شما تستر داره؟ این کار 5 میلیون پولش یه ذرهشو میذارید ببخش. 500 تومانه. معذرت میخوام یه کار بهتر بدین یه کار اگه بهتر. چند میله یه ذرهشو بزن 500 تومن هر پیسش بیفته 50000. آقا دیگه بحث نکن تو من خریدار نیستی من تو ما میگم اینا شاید ندونن بله بله درست. الان تو چه قیمت میخواید؟ مهم نیست مهم اصلا نیست. قیمت مهم واقعا نیست. ما تا مهم 100 نیست. میلیون هم داریم. بده رفتار ما نفهمیدیم مهم نیست مهم نیست داداش ببین چی داری. ولی تو اندازه یه ماه دوت کلوم اسپری زدی چون مغازه‌شون چرا زیاد بی؟ بوی جالبی نمیداد خاطر همین ببخشیدم. این چیه؟ یه کاری میکنی که خود دوت کلوم ببین یاد کی میافتی؟ این کار اونتوس اصلیش. یاد کی دوبه راستی همه رو به خدا من یه خدا اورجینالش قسم. داشتم خدا معذرت سرشار. عباسی زد گفت بذار تموم شه بخریم یکی اونجا دیگه. باید با من این رفتار کنم گفت تست نره یادش نمیشه خودش هم میشه ببینیم ببینم؟ نه نمیذاریم خیالتون راحت باشه ببینم از این آسترم دارم اگه کار میخوای واقعا آس باشه از این آسترم دارم. آقا نزن تست نداره. من دارم میگم تست نداره باز نه نه اصلا تو حواسم سه تا نبود. زدی من من میگم تست ببخش، نداره ببخش. که. دو تا بدم میخوای داداش بدم بزن. نه گرفتی اوکی بدی یه چیز خفن‌تر داداش یه چیز همینجوری زدی خفن‌تر دیگه میخوای بدیم بزن دوباره. یه چیز اورج دیگه 100 تو بذار یه چیز خوب یه چیز خوب همینو می‌خواستم همینو می‌خواست مثل کار ایتالیاییه این حرف نداره. ایتالیا بابا میگم من دست آقا این اصلا تست نداره. اصلا. بوش اصلا درشو باز میکنی بوش پخش میشه این کار. گوش کار پخش نشد بی‌نظیر. الان میخوای خود بیشتر درس نه نه آقا تست نکن. تست نه تست نه تست نه نداره. این خوبه کنم بگوی والله بگو مشی معروسی خب یکم بزنم که آقا بدم. تست اینو میبریم نکن اینو دیگه. میبریم آقا تست این نکن. برای خودم تست یعنی تو میخوام بالا می‌بری سرم مثلا. وایسی آره، هر روز که میخوام بدم ببین سر 17 کار تومن تو پول 17 تومن پولش ها. آره داداش آمد بگو اوکی این دیگه واسه میبرم دیگه. این برام برام. خیلی خوبه هر چقدر تو الان اتکلون دیدی بریز تو هیچی. جوب این همین بسته این خیلی خوبه بزن همین داداش همین واسه من خیلی مردی وای چقدر این خوبه بزن بر تو دیگه اما تو انتخاب من. موزیک فلی شد نه برای تو من نمیخوام من نمیخوام اینو نمیخوام چون وقتی خانواده عروس اومد برای دوماد میخرن ست اتکلام میخرن حوله تو میخرن داری میگی. کروات من اینو نمیخوام من زنو نمیخوام
برا میخرم به خدا برا طرف دوماد میخرم همه آقا مگه نه اینکه برای عروسی چون اونا پکا برای دوماد آقا میخرن من ربطی نداره که من الان به شما میگم تست نداره شما تو با تو صحبت کرد داش من نگفتم مگه قرار نشد برای دوماد میخرم برای عروسم میخرم درسته من یه سوال ازت دارم تست می‌کنیم دکتر اولا ببند بعدش ما اومدیم واسه شما خرید عروسی مردونه است من زنونه خواستم 20 تا پیس واسه خودم زدم گفتم ما برمی‌داریم یعنی چی این حرفا بر نمیداریم بر نمی‌داریم این شد واسه من حرف مرتضی چی دوش برام تو بگم نه ما پیتزا داریم خودمون پول نداریم ولی خرید چی بکنیم گفته بودم وام 100 میلیونی آقا مسخره نیستیم یه دقیقه آسف نه برمی‌داریم کجا می‌خوای بریم ما مشتریم کجا می‌خوای بری ناصر یه دقیقه تو بیا ناصر یه دقیقه بیا بذار زنگ بزنم تو 17 میلیون داشتی زن میگرفتی؟ آره به خدا من 17 میلیون داشتم زن میگرفتم گوه میخوردم بود به زن نگرفتی؟ نه بابا هنو 50 هنو 50 که زن بگیری؟ اونا میگن آره ما میگیم نه اصلا یه بعدی مرتضی الان چیکار کنیم اینا برنداری شر میشه اینجا بهش بگو که یه دور میزنیم ها بگو یه دور میزنیم و برمیگردیم تو بگو یه چی دیگه نه عصبی ام یه چی بگه درده میشه تو چونه من بگو یه دور میزنیم بگو شنیده فکر کنم 50% راه حل بود خواب اون گفتین گرون ترین کاره بود درسته پکش کیه این پکشه آره اینا بذار سر گوشتون هم زنگ خب این قشنگ بذار تو پکش ها آقا جان آره ببخشید پکش رو باز کردیم ها شرمنده الان پکش رو درست می‌بندیم براتون آمد کیپه برای این اوکی براتون بذارم میگم چه سالته ما یه دور بزنیم برگردیم مسخره کردی ما رو حالا ببخشید من این کار 17 تومن دارم بهت میگم تست نداره سه تا این کارا رو تست کردی الان میگید برم دور بزنم میایم میبریم ان شاء الله یه وقت بهتر چون الان نه مشکل داره سرش در اینجا مسخره نیستم که ما هم اینجا مغازه داریم ما رو نگه داشتید الان میگید اینجوری میکنی اینجوری مسخره شما نیستیم که اینو 2 چند ساعت میدی آخرش آخر چند میدی بردارم آخر چند میدی بردارم آخرش چند 200 هم برات کم میکنم 200,000 تومان بله مگه چقدر من داری نهایت اینو اینو 3 تومان بدم 3 تومان داری 3 تومان 3 تومان هم نداری چه سال سر هم نداری میگه 3 چیزه خیلی بوش خوبه ولی یه خورده اصلا تو دنیا وقتی زده داشته باشه کم میده این الان مثلا زده دار باشه شما کمتر میدی این کجاش زده داره مگه مرتضی اینو بگی ببین کجاش زده داره نه می‌خواستم نگاه کن دیگه می‌خواستم خودت میگی زده داره میگی زده نداره قرآن که زده داره آقا نه آقا مسخره کردی این کجاش زده داره میگم زده نداره دیگه بابا بیا برو بیرون بابا بیا برو بیرون نه یه دقیقه وایسا ببینم ببین مرتضی مسخره کردی ما رو الان درستش میکنم بابا از گوشت کم نشده که نه بیرون اینا بابا با دست ما برو بیرون آقا بیا برو از دانیال عزیز عذرخواهی میکنیم ما رو ببخشه سعیدم که هماهنگ بود ما رو داشت با لگد مینداخت من نمیدونم چطوری ما با هم هماهنگ بودیم آقا ما هر چیزی هم که تست کردیم و داریم میخریم از اتکلون گرفته تا لاک و نمیدونم رژ لب و اینا ما رو حلال کن ببخش امیدوارم که لذت برده باشیم بچه‌ها ما رو ببخشن خیلی مخلصیم مرسی که تا این لحظه ما رو نگاه کردید مخلصم مرسی روژی شد